سلام دوستان، چطورین بچه ویهان SSP هستم. خیلی خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه از پارت سوم گیم پلی کال آف دیوتی. همینطور بچه بهتون قول داده بودم اومدم یه ویدیو بچه بگیرم که با یه لول 400 برم دوئل، اما بچه لول 400 پیدا نشد، به جاش با یه بازیکن لول 358 دارم دوئل میزنم. بچه برو بریم که داشته باشیم. فقط قبل ویدیو اگر دوست داشتین میتونید با لایک کامنت از من حمایت کنید بچه. خلاصه این دیگه. و اینکه اگر از این تو ویدیو دوست داشتی با لایک کامنت من نشون بدید تا پارت بعدش هم براتون بزنم از این چالش و اینطور چیزا. یارو دیدم بچه، فقط امیدوارم یارو چیتر نباشه. نه نیست، مطمئنم. اون هم زده بود اسمش مشتی. یو امام چقدر سریع بازی میکنه، خیلی سریع بازی میکنه آجی، خیلی خوب بازی میکنه. فکر نکنم باشه زود من بهش برسه، چون که خیلی سریع مثلا همچین موومنت میزنه که اصلا موومنت های طرفی میزنه یارو. منم که با لوکاسم بچه، با یه اسنایپی که اصلا عادت ندارم باش پلی بدم. بابا یارو کجا وای بچه واقعا نمیتونم بذار با دیل پلی بدم. واقعا اصلا کلا بچه با لوکاس نمیتونم پلی بدم، نمیدونم چرا. دلیل روشن بودن شمعای شهر خندم توی اشکای من، فقط ببخش اگه گاهی میخوام تنها بشم. بچه زدیمش بچه. اگر این دوئل بردم قول بدین سابسکرایب کنید ویدیو رو. وای یارو خیلی پره بچه، خیلی. چرا نمورد؟ مگه دوری موت چرا نمورد؟ من خود البته بچه بوم زدن تو دوئل کارو خوب میخوام چم کنم بچه ها. او یارو میتونستم فینیش بگیرم. یارو چیتره اوجی، چرا نمورد؟ وای بکسن بابا، مگه دوریم؟ بچه مشکل من با لول 400 همینه، خیلی ورجه وول، خیلی وول میخورم بچه. بابا یه خیلی وول میخوره خدایی. من کلا نمیتونم بچه پلی بدم. خودم با خودم بچه دمیج با جلوشم با نایف میزنم. یارو داره تیر عوض میکنه، ویهان بزن دی. از دروازه شوتم گله تک به خودیتونم فله فازتون چیپ نوله بستم تو رو دوره کره زمین درگیر گله بعدین. وای بچه بزن با این دبلی پلی بدم. یه هوشاتی میشی تبادا زنیفنی جوادا خونت میشه حلالا احترام بذارن آقا. یارو خیلی پروه بچه، اصلا نمیتونم بزنمش، خیلی بازش نوبم بچه. این قشنگ نوب بازی دارم در میارم به هر لالیگا. مشتی یه بار نکن دیگه ناموسن. این بچه خیلی کار زشتیه، میم بجبورم با بوم میزنه. بچه خط گرفتم در حد لالیگا بنام. یه خفن زدن اصلا، یه خط خفن.
بچه خفم چه کمپر بازی در آوردن سلام برادر بابا بمیر وای بچه این موومنت خیلی موومنت بدی میخوابی رو زمین بابا چه وای اصلا نمیشه بچه واقعا نمیشه بزنیم بچه با همون دیل پلی بدم اون بده همینجاست بچه مطمئن بابا یورو چرا نمورد این بچه میگم چیتره بزا بره بهتره هر طوری بگذره هر گوی چش نده بی خودی تو کش نده بزا بره هر جا میخواد مهم نیست صرف و زیاد زل زدم به آسمون از زبر یه غم برو تو هواش تختر از الکل رو لباش قلبم داره میکوبه میگم نرم برو تو یواش گفتی ولی راهی نیست بکن هرچی داری ریس پلو من نیستی جاز یکم دارم نزدیک بنوزم 8-11 چقدر موومنت های طلایی زدم وقتی من با گیم پلی میدم بزو بره اگه میگه بهتره من که دیگه بابا با نایف مسخایی کنم حسش بخرم یه بگه دیگه بزو بره اگه میخواد مخم داره لگه زیاد میرخسیم و چیک تو چیک با هم لبوش میده تم سیگار روزنی و پیک حتی دوست داشتن فیک حکمشو حفظم به خدا 700 دومی تیک مریض من پرستار آرتیست من طرفدار لاین بلای همش های آن آفیم با هم فقط کار با بوم بزن باشه با بوم بزن اوه وای بابا تیرم چرا نمیخوره من نقطه‌ایم پشت این وایسم با این یکم راششو بدم سیجی گذشت از دله بس تا حد عدله در میارم عدلت حتی من بد قلق هیچ وقت نگی یه وقتی بازی کردم من باهات هر کیم میخواد بشم شهری من دهات بده عکس پاهات حتی بعد قهر و کات میدونی که معتادم به تو اون حرکات میگی دنبال بازی بودی بس که تو بازی گوشی هیکلی آسی بودی هم از لحاظ هوشی اینکه فینیشر دلت میخواد خدا بین چه باورم نمیشه باید لیول 300 خوردی دارم دلغه کن آقا منتظر من بیا تو بیا اوی چیتر مدیونمی اگه منو بزنی الان چه موومنت های آشغالی دارم بنازم بچه اختلاف 3 تایه امتیاز دیگه
بچه اختلاف دو تا میتونم کامبک بزنم یارو رفته کم کرد مطمئنم. ببین آوان اون که وای بچه من اون سگ انداخت من نتونستم بزنم ولی اون زد. بله بچه باختیم متاسفانه. ولی بچه انصافا من خیلی خوب بازی کردم. درسته باختم ولی خدای خوب بازی کردم و دم این یارو هم جرم خوب بازی کرد ولی ناجوانمردانه هم خدای من بازی کردم اونم ناجوانمردانه بازی کرد. سگ که انداخت حالا منم سگ انداختم، بوم که انداخت منم بوم انداختم ولی نایف هم زدم. من نایف نزدم هیچ وقت نزدم بازی ولی سگ نزدم. خب بله بچه امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. بچه اگه از این ویدیو خوشتون اومد میتونید با لایک و کامنت بندیشون بدید دوستان دارم شدن تا یه ویدیو دیگه. بای بای.